سلام درود، چه خبر برا بچه؟ حالتون چطوره؟ آقا چند وقتی نبودیم، حالتون چطور بوده؟ بیا توی کامنت ها بگو لایک کردی، کامنت گذار، هنوز ویدیو شروع نشده بود تو برو کامنت بذار، کامنت بی معنی بذار. آقا امروز اومدیم آموزش ساخت زمین صاف، یعنی نه توش درخته، نه بیشه، نه کوه، نه آب، هیچی نیست. زمین صاف به ارتفاع 4 یا 5 بلاک رو ببینیم با هم دیگه. اول توی کامپیوتر میبینیم، بعد از اینکه آموزش اینجاشو دیدیم میریم توی موبایلم آموزشش رو میبینیم. بزن بریم. خب بچه ها، شما وقتی وارد ماینکرافت کامپیوتر میشید دقیقا اولین چیزی که میبینید این صحنه است. وارد این قسمت میشید، اینجا اسم وردتون رو انتخاب میکنید. اینجا هم گیم مود بازیتون رو سروایوال باشه، هاردکور باشه یا کریتیو باشه. اینجا هم حالت نرمال و کلا این تنظیمات اینجا رو ما هیچ کاری نداریم. از سمت راست روی گزینه سوم میایم و اینجا میگه ورد تایپ، وردتون چه شکلی باشه، درخت و کوه و اینا داشته باشه یا نه سوپر فلت باشه، یعنی زمین صاف باشه و شما اینو انتخاب میکنید. و اگه اینجا با تنظیمات اینجا دیگه کاری نداشتید، دانو میزنید و برمیگردید. اینجا میتونید هاردکور بازیش کنید، کریتیو بازی کنید، سروایوال هم بازی کنید. ما کریتیو میریم. بعد اینجا کریت نیو ورد رو که بزنید، یه چند لحظه که وایستید یه ورد جدید میسازه. بهتون تبریک میگم بچه، شما تونستید یه ورد خالی بسازید، یه زمین خالی بسازید و قشنگ میتونی ازش لذت ببری. تازه توی این مود فقط برای ساخت منابع و اینا باید ویلیج پیدا کنید. یا مثلا اینجا گوسفند هست ولی اینا زیاده، اینا اسمشون الان یادم رفت، ولی از این جونورا و ماب ها زیاده توی بازی. هم گوسفند هست، میتونی مواد تغذیه همه چون هم پیدا کنی. چند بلاک؟ 1 2 4 یا 5 بلاک کلن. روی موبایل هم هیچ کاری نداره بچه ها. اینجا روی کریت نیو میزنید و اینجا میزنید کریت نیو ورد و وقتی وارد این قسمت شدید با اینجا ما هیچ کاری نداریم. حالا خواستید میتونید مودش رو روی سروایوال یا کریتیو بذارید. ما این قسمت سمت چپ که میبینید همینجا که دارم تکونش میدم روی اولی هستیم، میایم روی دومی کلیک میکنیم و وقتی این قسمت اومد روی فلت ورلد میزنیم، روی اولین گزینه اونو که فعال کردیم میزنیم روی کریت نیو ورد و وقتی که آورد ما میتونیم توی زمین صاف ماینکرافت هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد خوشحال میشم لایک کنی، کامنت بذاری و حتما سابسکرایب کنی. دمت گرم رفیق.